آقا شیشمون یخ زد که برادر من، چه وضعشه؟ خب ساعت 9:03 است، روز سه‌شنبه 22 اکتبر. رسیدیم دیشب لیک لوئیس، یکم خوابیدیم، شام خوردیم. الان قراره بریم لیک لوئیس رو بگردیم و 2-3 ساعت اینجا باشیم، چک اوت می‌کنیم، بعد میریم سمت بنف. حالا احتمالاً نهار میرسیم بنف هم هستیم، بعد کم‌مور، بعد شب دوباره میرسیم کلگری. اینجا تو راه که میادیم خدا رو شکر برف نبود، یه ذره برف شروع شد ولی در حدی که مثلا تو جاده موقع رانندگی برف بگیره نبود، چون من دعا می‌کردم برف نیاد، چون شب داشتیم این سمت میرسیدیم و اینکه حالا تو تاریکی و به قولی برف و اینا نمی‌دونستم ماشین چقدر میتونه خوب هندل بکنه. برای همین حالا خدا رو شکر الانم که هوا خوبه دیگه. بریم یکم دور و برا رو بگردیم. صبحونه هم تو هم باید بریم بخوریم. آره برو بریم. میگن آقا چرا شیر رو اول میریزیم؟ چون وقتی کافی رو میریزی روش راحت‌تر بلند بشه دیگه، خودت نخوای هم بزنی. روش تنبل است. که زدیم، حالا ما هم دیگه بریم ببینیم چرا ما 12 ساعت درایو کردیم که برسیم به این نقطه. خب حالا اومدیم جایی که 10 ساعت براش درایو کردیم. ما بیا. واو. لیک لوئیس معروف. داشتیم می اومدیم اول یه مثل اینکه اکسیدنت توی تصادفی توی جاده شده بود، جاده رو بسته بودن یه تیکه رو. بعد از ویسلر تا اینجا تقریبا زده بود 700 خورده کیلومتر، ما 300 کیلومتر اومدیم، بعدش دوره زده بود مثلا 850 کیلومتر مونده بود. من اصلا ناامید شده بودم مثلا بیایم اینجا، گفتم مستقیم بریم سمت بنف، همونجا شبو بمونیم و بعدش هم بریم کلگری دیگه، اینجا رو نیام ببینیم. ولی دیگه دیشب هرچی بود اینجا خودمون رو رسوندیم و شام باحال زدیم و امروز صبح زود بلند شدیم می‌خواستیم سان رایز بیایم اینجا، ولی دیدیم که خیلی تاریکه. گفتم یا خرس یا گرگ چیزی ما رو میگیره. جواب خانواده مرشاد کی بده. یه خلاصه ساعت 8:09 اومدیم و عجب جایی، یعنی یکی از بهترین جایی که تو زندگی اومدم. خاطره شد دیگه، کلی عکس و فیلم رو باحال گرفتیم، چال کردیم اینجا. حالا مسیر هایک و اینا هم داره، یه ذرهشو میریم میگردیم، ولی فکر نمی‌کنم زیاد برسیم، چون ما راه بیافتیم بریم سری سمت بنف و کم‌مور و بعدم کلگری، چون کلی کار داریم. حالا ولی از لحاظ اینکه بیاین اینجا بگردین، یکی از زیباترین جایی که تو کل زندگیتون میتونین بیاین. خیلی باحاله. رسیدیم بنف، یه 50-60 کیلومتر درایو کردیم. جای قشنگیه خدایی. اصلا آلبرتا جالبه. ببین از بریتیش کلمبیا وارد آلبرتا میشی، اصلا اتمسفر عوض میشه، یه ذره جنگلا تیره تر میشن، بعد آب و هوای برفی و اینا رو دارین. توی بریتیش کلمبیا باز کمتر بود، یعنی جنگلا یه ذره سرسبزتر و درختای زرد و اینا رو هم میدیدین که مثلا جوش عوض میشه، خیلی باحاله. دیگه الانم که اومدیم بنفیم، یه جورایی مثل ویسلره. ویسلر البته کوچیک‌تره یه ذره نسبت به اینجا و اینکه بیشتر مغازه است. بخش رزیدنشالش و ایناش فکر کنم نمیدونم مثلا ایسته مرشا سمت ایستش آره که داریم میریم، که بیشتر حالت مثل ویلا و تن هاوس و ایناست. ولی این تیکه که خیابون اصلیشه پر مغازه است دیگه، بیشتر وسیله‌های اسکی و حالا همین سوغاتی‌های مال بنف. سوغاتی خاصی که البته نداره، مثلا ما یه ورشن عکس کانادا رو می‌ذارن، یه بنف هم زیرش نوشتن. ولی در کل بعد لیک لوئیس هم جزو اینجا میشه به حساب میاد، چون وقتی میزنی مثلا جای توریستی بنفت میگه لیک لوئیس و لیک مورین. اگه اشتباه نکنم لیک مورین. بانک CIBC بانک باحالیه. اینجا چیه؟ چرچه این بالا؟ آره یونایتد چرچ اف کانادا. و خیابونا زیگزاگ هم میره دیگه. جالبه. حالا بریم اون دست. کافی گرفتیم دستمون، موبایل، جکت، میگردیم دیگه. جای دیدنی عجیب غریبی اینجاها نداره، دیتیلی هم نداره که آدم بخواد توضیح بده. همین فقط در حد اینه که به قولی راه بری و توضیح بده. یعنی بگردی و ببین دیگه، توضیح خیلی خاصی نداره.
جالب در مورد این سطل آشغالا همشون آهنیه، بعد یه دستگیره اینجوری داره که باید فشار بدی تا تک باز شه. اینم به خاطر اینه که یه داستان راکون و اینا نیست. ما تو تورنتو دیدین کیبل چیز می‌بندیم از این حالت بهش میگن کشا می‌بندیم که سطل آشغال راکون اینا باز نکنه. این دیگه خرسه سیاه و گریزلی بر و اینا میاد میزنه اینا رو داغون میکنه برداره. بهش میگن چی میگفتن؟ بیر گاربیج چی؟ بیر پروف؟ گاربیج بین؟ یه چیزی میگفتن. جالبه اینا. ندیده بودم این تایپی که باید اصلا مکانیزم داره دست بکنی تو و باز کنی. دنبال از این استیکرها و مگنت‌ها میگردیم که دیدین مثلا میزنه کجا رفتی اینا که روی یخچال میتونی بچسبونی یا پشت مثلا مکبوکت میتونی بذاری. خیلی باحاله. عکسایی که ما گرفتیم و واقعا میتونیم اینجا بفروشیم. در این حد مرشد یه عکسایی گرفته عجیب. حالا این عکس‌ها رو میذارم اینستاگرام. اذیت نکنین، نیان بگین کجا کی عکسو گرفته براتون نمیگم. مرشد بگم دستتون به مرشاد نمیرسه، مرشاد دوره بابا، مرشاد ونکووره. او استارباکس هم داره. برخلاف اون شهر استوکچی بود، استوکدل قیمت خونه ها رو اونجا دیدم مثلا اعصابم خورد شد. اینجا هم فکر می‌کنم گرونه. اینجا هم نگاه کنید هر جا که اسکی ریزورت داره نمیدونم روسیه گرونه. چی پیدا کردم؟ چاکلیدی رایانه. خوشی زده بنف، اینور زده رایانه. مثل پلاک ماشین میمونه. همه از اول سفر هر چی بود و چت جی پی تی کردم. عالیه، همه رو بهت میگه، توضیح هم بهت میده، چیکار کن، حتی مسیر هم بهت میده. مثلا میگم آقا چیکار کنم، میگه بیا اول اینجا رو ببین، اونجا رو ببین. الان اومدیم یه جایی به نام سانسنز پیک اگه اشتباه نکنم. بریم بلیط بگیریم. بیپ بیری بیپ بیپ بیری بیپ بیری بو پاراداکس. اومدیم بنف گاندلا. ظاهرا اینجا بلندترین جای بنفه که حالا سوار تلکابین میشین و میبرتتون بالای کوه، تقریبا 2300 متری زمین. حالا جالبه، 2 تا تیکت ما گرفتیم. کسی که تیکت رو میفروخت استرالیایی بود. من یکم ازشون تعریف کردم، گفتم ما از ونکوور اومدیم رفتیم ویسلر، پر استرالیایی بوده، چه آدمای نایسی و اینا. 2 تا تیکت رایگان بهم داد. این 2 تا تیکت میشه 105 تقریبا دونه $80 میشه 160 دلار پلاس HSC، نزدیک فکر می‌کنم $200 رایگان بهم داد. ما هم دیگه بریم تو. یا $200 جلو افتادم. خیلی آقا اصلا چقدر خوشحالم. کل سفر به کنار این $200 یه مزه دیگه ای داشت. What's up, brother? It's gonna be 2. Of course, have a lovely time. Appreciate it. کیف سنگین آوردم، اصلا وضعیت نابسامانی دارم. نقی بود میگفت ترس منه گرفته، ترس منه. تلکابین نابود نشیم، کلی برنامه داریم برای آینده. به خدا باز شیشهش اوه خوبم برای ما دادم پایین که عشان فیلم بگیریم. ایران اردو میرفتی بچه ها بیشن به وزی در میاردن اینو تکون میدادن. اونجا همینجوری نابود بود. آها ما که خرس پرس ندیدیم. این وسط نگاه کنید داده. خرس کو ها خرس. آخه ما نمیدونم ما چرا خرس ندیدیم. آقا شیب داره، خرس نمیتونه راه بره اینجا. چقدر قشنگ فرمانت. این شد یه ویوی بالاخره از چیز میگیری، از ویلجه میگیری، ببینی چه شکلیه. درد نمیخورد اونجوری. یارو تیکت رو رایگان به ما داد، میدونست کسی نمیاد. تکون نخور، ثابت بشین، صحیح و سالم برسیم. عقاب میاد میزنه، مثلا چی میدونم گوزن میاد میگیره. واقعا گوزن، حالا گوزن نمیدونم کدوم بود، آهو گوزن هر چی میاد میگیره اینو یه ذره با خودش میکشونه پرت میکنه پایین. به خدا که بمیره میاد برمی‌داره تیکه چیز میکنه میبره. تحلیل‌های حیات وحشی برات دارم انجام میدم در قلب شهر بنف. شهر نیست که ویلجه. رد کنیم اینم تموم فکر کنم ها. اوف. پرچم و این بالا میبینی عظمتی داره ها.
رسیدیم سنسنس پیک، 2300 متری زمین. تلکابین بنف رو سوار شدیم اومدیم بالا. به اینجا میگن سنسنس پیک، مرتفع ترین جاییه که فعلا میشه اومد، یعنی دیگه بالاترش هم بستن. You guys want to take a picture? I'll take it for you. Yeah? Yeah. I got you. 1, 2, 3. Let me take one horizontal too. 1, 2. There's somebody at your back, but is it fine? Is it okay? 1, 2, 3. 3, 2, 1. There you go. Check him out. See if it's good. No problem. خب عکس هم که گرفتیم از دوستانو. خب به نظرت چطوره که ولاگو اینجا با قلب زدن به پایین تموم بکنیم؟ قلب بزنم پایینو. از دور که نگاه میکنی مثلا فکر میکنی به اونا مثلا انگار چمنه، ولی وقتی میری میبینی مثلا همشون درختای این مدلی ان. بعد این درخت‌ها خیلی بلندن، یعنی الان اینا که کوتاهن ولی اون وسطی‌ها رو نگاه کنی مثلا هر کدومشون 10 15 متره. از تلکابین که داشتیم میومدیم داشتم نگاه میکردم فهمیدم. وای چه چیز مهمی رو فهمیدی راهی. چقدر باهوشی تو.